سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان. ادامه فصل دوم ریاضی کلاس هفتم، جمع و تفریق عددهای صحیح، صفحه 22. خب در ویدیوی قبلی توضیح دادم که چجوری اعداد صحیح رو با هم جمع و تفریق کنیم. حالا اینجا با یه روش دیگه میگیم. مثلا اینجا اگر عددمون 27 باشه، یکان دهگان میشه 27 و عدد بعدیمون منفی 39 باشه، چجوری بیایم اینو با هم جمع بکنیم؟ 27 مثبت، می نویسیم 20 به اضافه 7 و 39 هم منفیه، پس می نویسیم منفی 39 به اضافه منفی 9. خب اگه 20 با 39 جمع بشه، 20 مثبت و 39 هم منفیه، یکی مثبت یکی منفی از هم کم میکنیم و علامت عدد بزرگ رو میذاریم که میشه منفی 19. خب حالا مثبت 7 با منفی 9 اگر جمع بشه، دوباره یکی مثبت یکی منفی از هم کم میکنیم، میشه منفی 2 به اضافه منفی 2. خب حالا منفی 19 با منفی 2 هر دو منفی هن. هر دو اگه منفی باشه جمع میکنیم، میشه 21 و علامت منفی رو قرار میدیم. بریم به این یکی، منفی 17 و منفی 24. منفی 17 یعنی منفی 10 به اضافه منفی 7. منفی 24 هم یعنی منفی 20 به اضافه منفی 4. خب اگه اینا رو با هم جمع بکنیم، منفی 10 با منفی 20 میشه منفی 30، اینجا بنویسم، به اضافه و منفی 7 با منفی 4 با هم جمع میشن، هر دو منفی هن، میشه منفی 11. منفی 11. خب حالا منفی 30 به اضافه منفی 11 هر دو منفی جمع میکنیم و علامت منفی رو میذاریم و میشه منفی 41. بریم حالا این یکی، منفی 42 مثبت 51. منفی 42 یعنی منفی 40 به اضافه منفی 2 و مثبت 51 یعنی مثبت 50 به اضافه مثبت 1. حالا اگر اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم، منفی 40 با مثبت 50 یکی منفی یکی مثبت از هم کم میکنیم، علامت عدد بزرگ رو میذاریم، میشه مثبت 10 به اضافه منفی 2 هم با مثبت 1، دوباره یکی منفی یکی مثبت از هم کم میکنیم، علامت عدد بزرگ رو میذاریم. حالا مثبت 10 به اضافه منفی 1، دوباره یکی مثبت یکی منفی از هم کم میکنیم، میشه 9 و علامت عدد بزرگ رو میذاریم. پس 27 منهای 39 جوابش شد منفی 21 که من اینجا براتون می نویسم. منفی 17 با منفی 24 جوابش این بالا نوشتم، شد منفی 41 که دوباره من اینجا می نویسم. و منفی 42 با مثبت 51 که اینجا حل کردم و جوابش اومد مثبت 9، اینجا هم می نویسم مثبت 9. خب بریم اگر اینا 3 تا باشن چه جوری حل کنیم؟ 67 علامت نداره، مثبت، یعنی میشه 60 به اضافه 7. منفی 23 یعنی منفی 20 به اضافه منفی 3 و منفی 31 یعنی منفی 30 به اضافه منفی 1. خب حالا
60 با منفی 20 یکی مثبت یکی منفی از هم کم میکنیم میشه 40 و علامت عدد بزرگ رو میذاریم میشه مثبت 40. مثبت 40 با منفی 30 میشه مثبت 10 به اضافه. حالا بریم به اینا. 7 و منفی 3 میشه مثبت 4. مثبت 4 با منفی 1 میشه مثبت 3. خب حالا اینجا مثبت 10 با مثبت 3 هر دو مثبتن، جمع معمولی میشه و جوابش میشه 13. خب حالا ادامه همین سوالا در همون صفحه بازم از همونا هست. این منفی 24 اینم منفی 49. به جای منفی 24 می نویسیم منفی 20 به اضافه منفی 4 و به جای منفی 49 می نویسیم منفی 40 به اضافه منفی 9. خب اگه اینا رو با هم جمع بکنیم منفی 20 با منفی 40 میشه منفی 60 به اضافه منفی 4 هم با منفی 9 میشه منفی 13. حالا اگه اینا رو با هم جمع بکنیم هر دو منفی هستن، با هم جمع میکنیم میشه 73 و علامت منفی رو قرار میدیم. بریم به دومی. منفی 81 به جاش می نویسیم منفی 80 به اضافه منفی 1 و به جای مثبت 35 می نویسیم مثبت 30 به اضافه مثبت 5. حالا اگه اینا رو با هم جمع بکنیم منفی 80 با مثبت 30 میشه منفی 50 به اضافه منفی 1 با مثبت 5 میشه مثبت 4. خب حالا یکی منفی یکی مثبت از هم کم میکنیم میشه 46. علامت عدد بزرگ رو میذاریم که منفیه. خب بریم به این یکی. 43 مثبت هست می نویسم 40 به اضافه 3 و 75 منفیه می نویسم منفی 70 به اضافه منفی 5. خب حالا اینا رو اگر با هم جمع بکنیم 40 مثبت 70 منفی از هم کم میکنیم علامت عدد بزرگ رو میذاریم مثبت 3 با منفی 5 دوباره از هم کم میکنیم و علامت عدد بزرگ رو میذاریم. حالا منفی 30 با منفی 2 هر دو منفی هن، جمع میشه 32 و علامت منفی رو قرار میدیم. در صفحه 21 کتاب منفی 43 منهای 45 منفی 81 به اضافه منفی 57 و 65 منهای 73 رو جوابش رو با استفاده از محور خواسته. خب منفی 43 از 0 شروع می کنیم 43 تا به سمت منفی ها میایم. اینجا می نویسم منفی 43. از ادامه منفی 43 دوباره به طرف منفی ها میرم چون این منفی چقدر میرم 45 تا. از اینجا 45 تا میرم به سمت منفی ها میرسیم به عدد منفی 88 و جواب ما میشه منفی 88 چون هر دوتاشون منفی هن با هم جمع میشه 88 و عدد و علامت منفی رو قرار میدیم. بعدی منفی 81 به اضافه منفی 57. خب دوباره از 0 شروع میکنیم 81 تا به سمت منفی ها میایم یعنی میایم به منفی 81. از ادامه این منفی 57 میایم یعنی 57 تا میایم به سمت منفی ها و میرسیم به عدد منفی 138 که اینجا جوابشو نوشتم. 65 منهای 73 65 علامتش مثبت 73 علامتش منفیه. خب از 0 شروع میکنیم 65 تا میریم به سمت مثبت ها. از اینجا ادامهش رو 73 تا به سمت منفی ها میریم 73 تا به سمت منفی ها و میرسیم به عدد منفی 8. پس جواب اینجا میشه منفی 8. در صفحه 21 کار در کلاس هست که کار در کلاس 1 و 2 و 3 رو من همینجا یه دفعه نوشتم. منفی 80 مثبت 130
چون 130 مثبته و علامتش مثبت هست و از 80 هم بزرگه، پس جواب اینجا میشه مثبت. یکی منفی یکی مثبت از هم کم میکنیم میشه 50 و علامت عدد بزرگ رو میذاریم. حالا منفی 40 با منفی 90 هر دو منفی هن، با هم جمع میکنیم میشه 130 و علامت منفی رو قرار میدیم. اینجا 100 مثبت 200 منفیه، مثبت 100 منفی 200، یکی مثبت یکی منفی از هم کم میکنیم میشه 100 و علامت عدد بزرگ که منفی قرار میدیم. 100 به اضافه منفی 50، 100 مثبت 50 منفی از هم کم میکنیم میشه 50 و علامت عدد بزرگ رو میذاریم و علامت مثبت رو میتونیم نذاریم. منفی 471 به اضافه 182، یکی منفی یکی مثبت از هم کم میکنیم میشه 289 و علامت عدد بزرگ که منفی قرار میدیم. منفی 471 و منفی 211 هر دو منفی هن، جمع میکنیم میشه 682 و علامت منفی رو قرار میدیم. بریم به اینجا، این مثبت علامت نداره و اینم منفی، یکی مثبت یکی منفی از هم کم میکنیم میشه 292 و علامت عدد بزرگ که منفی اونو قرار میدیم. صفحه 22 تمرین 1. اینجا عدد 124 رو داریم، علامت نداره مثبته، اینم عدد منفی 230 هست. به جای 124 می نویسیم 100 به اضافه 20 به اضافه 4. به جای منفی 237 می نویسیم منفی 200 به اضافه منفی 30 به اضافه منفی 7. خب حالا اونایی که زیر همن با هم جمع می کنیم. مثبت 100 با منفی 200 میشه منفی 100. مثبت 20 با منفی 30 میشه منفی 10. مثبت 4 با منفی 7 میشه منفی 3 و این سه تا همشون منفی هم، با هم جمع میکنیم میشه 113 و علامت منفی رو قرار میدیم. منفی 125 با مثبت 231. خب منفی 125 رو می نویسم منفی 100 به اضافه منفی 20 به اضافه منفی 5. 231 رو می نویسم 200 به اضافه 30 به اضافه 1. حالا اینا با هم و اینا با هم حل میشن. منفی 100 با مثبت 200 میشه مثبت 100 و منفی 20 با مثبت 30 میشه مثبت 10. منفی 5 با مثبت 1 میشه منفی 4. حالا 100 به اضافه 10 میشه 110. 110 هم با منفی 4 میشه مثبت 106. 331 مثبت 257 منفیه. به جای 331 می نویسم 300 به اضافه 30 به اضافه 1. به جای منفی 257 می نویسم منفی 200 به اضافه منفی 50 به اضافه منفی 7. خب مثبت 300 با منفی 200 میشه مثبت 100. مثبت 30 با منفی 50 میشه منفی 20. مثبت 1 با منفی 7 میشه منفی 6. من اینو اشتباه نوشتم، منفی 6 میشه. خب 100 به اضافه منفی 20 میشه 80. 80 هم با منفی 6، اینو پاک کنم، 80 با منفی 6 میشه 74 و علامتش هم مثبت میشه. یه بار دیگه اینجا رو میگم، 100 به اضافه منفی 20 یکی مثبت یکی منفی از هم کم میکنیم میشه 80. علامت دو بزرگ مثبته 80. 80 هم با منفی 6 یکی مثبت یکی منفی از هم کم میکنیم میشه 74 مثبت. سوال 2 تمرین ها گفته که یک زیردریایی 450 متر پایین تر از سطح دریا قرار دارد. خب سطح دریا رو پایین تر اگه باشه منفی در نظر میگیریم، بالاتر باشه مثبت در نظر میگیریم. منفی 450 رو چرا نوشتم؟ چون زیردریایی پایین تر از سطح دریاست. حالا یه زیردریایی دیگه 150 متر از این زیردریایی بالاتره، نه از سطح دریا، از این زیردریایی بالاتره. موقعیت زیردریایی دوم نسبت به سطح دریا را با یک عدد علامتدار نشان دهید. خب
زیردریایی اول که موقعیتش منفی 450 به اضافه مثبت 150 کردم. چرا مثبت؟ منفی نه، به خاطر اینکه این زیردریایی از این زیردریایی بالاتره. اگه بالاتر بود مثبت 150 میکنیم، اگه میگفت از این پایین تره به اضافه منفی 150 میکردیم. حالا منفی مثبت، یکی منفی یکی مثبت از هم کم میکنیم میشه 300 و علامت عدد بزرگ رو میذاریم که منفی 300 میشه. خب معنیش چیه؟ یعنی 300 متر پایین تر از سطح دریا قرار داره زیردریایی دوم. خب سوال بعدی یعنی سوال 3 میگه حاصل اینا رو به دست بیاریم. خیلی خوب، منفی 7 به اضافه منفی 4 به اضافه منفی 5. من اومدم اینجا منفی 7 خودش رو نوشتم، منفی 4 با منفی 5 میشه منفی 9. حالا اینا هر دوتاشون منفی هن، جمع میکنیم و علامت منفی میذاریم که میشه منفی 16. 136 مثبت 260 منفیه، از هم کم میکنیم 124 میشه، علامت عدد بزرگ رو قرار میدیم. منفی 37 خودش رو نوشتم. 2 تا منفی در ریاضی قبلا گفتم که میشه یک جمع و 8 هم نوشتم. حالا منفی 37 مثبت 8، یکی منفی یکی مثبت، از هم کم میکنیم 29 میشه و علامت عدد بزرگ رو قرار میدیم. 15 منهای 9 میشه 6، بعد 6 منهای 8 دوباره یکی مثبت یکی منفی، از هم کم میکنیم میشه 2 و علامت عدد بزرگ که 8 اونو قرار میدیم. منفی 36 با منفی 17 هر دو منفی هن، جمع میکنیم میشه 53 و علامت منفی قرار میدیم. 12 به اضافه 15 میشه 27، منهای 7 هم نوشتم، حالا 27 منهای 7 میشه 20. 17 اینجا مثبت، 25 منفیه، از هم کم میکنیم 8 میشه، علامت عدد بزرگ که 25 اونو قرار میدیم میشه منفی 8. منفی 8 با منفی 12 هر دو منفی هن، جمع میکنیم میشه 20 و علامت منفی رو قرار میدیم که در ویدیوهای قبلی اینا رو کامل توضیح دادم. اینجا منفی 13 و من خودش رو نوشتم، منفی 9 به اضافه 17 میشه مثبت 8. حالا منفی 13 با مثبت 8 یکی منفی یکی مثبت، از هم کم میکنیم میشه 5 و علامت عدد بزرگ رو قرار میدیم میشه منفی 5. سوال 4 از همون صفحه تمرینا گفته ساختمانی از 7 طبقه روی همکف و 3 طبقه زیر همکف تشکیل شده است. احمد الان کجاست؟ در طبقه منفی 2. ابتدا 3 طبقه بالا میره، بعد 2 طبقه پایین میاد و دوباره 5 طبقه بالا میره. احمد کجا قرار داره؟ در کدوم طبقه؟ خب اول میگه احمد در طبقه منفی 2، پس من مینویسم منفی 2 به اضافه 3 طبقه بالا رفتن یعنی به اضافه مثبت 3. منفی 2 با مثبت 3 میشه مثبت 1. خب بعد از اینکه در مثبت 1 چی کار میکنه؟ 2 طبقه میره با پایین، پس مثبت 1 رو با منفی 2 جمع میکنم و جوابش میشه منفی 1. خب اونو اشتباه نوشته بودم، صحیحش کردم، اینجا هم میشه دوباره منفی 1. الان که در طبقه منفی 1 5 طبقه بالا رفته، اگر 5 طبقه بالا رفته به اضافه مثبت 5 میکنیم، منفی 1 با مثبت 5 میشه مثبت 4. خب بریم به سوال بعدی. سوال بعدی میگه که نقاطی که مشخص شده رو بگین که چه اعدادی هن. محور ما یکی اینه و یکی هم اینه. اینایی که قرمز نشون دادم اینا رو خواسته. بین منفی 30 و منفی 20 میشه منفی 25. وسط 0 و منفی 10 میشه منفی 5. وسط 10 و 20 میشه مثبت 15 و وسط 20 و 30 میشه مثبت 25. حالا برسیم به این یکی که 100 تا 100 تاست. بین منفی 200 و منفی 300 میشه منفی 250. بین 0 و منفی 100 وسطشون میشه منفی 50. بین 0 و 100 میشه مثبت 50 و بین 100 و 200 میشه مثبت 150.
بریم به سوال بعدی. سوال 6 میگه حاصل عبارت‌های زیر را به صورت تقریبی بگین، که من تقریبی نگفتم، دقیق گفتم، همونایی که در همین ویدیو قبلا توضیح دادم و همچنین در ویدیوهای قبلی. خب مثبت 71 منفی 71 مثبت 59، یکی منفی یکی مثبت، از هم کم میکنیم میشه 12 و علامت عدد بزرگ رو قرار میدیم. منفی 83 با منفی 48 هر دوتا منفی هن، جمع میکنیم میشه 131 و علامت منفی رو قرار میدیم. منفی 41 با مثبت 37 از هم کم میکنیم میشه 4، علامت عدد بزرگ رو میذاریم میشه منفی 4. حالا منفی 4 با منفی 82 هر دو منفی هن، جمع میکنیم میشه 86 و علامت منفی رو قرار میدیم. 37 منهای 71 37 مثبت 71 منفی، از هم کم میکنیم میشه 34 و علامت عدد بزرگ منفی اونو قرار میدیم. سوال 7 از همین صفحه که آخرین تمرین هستش، جاهای خالی رو میگه کامل کنید. اگر از این جدول من بیام به این جدول منهای 4 انجام میدم میرسم اینجا، اگر از این برگردم به این یکی برعکسش رو عمل میکنم، به اضافه 4 میکنم. خب منفی 8 منفی 4 با هم میشن منفی 12. خب بریم اینجا 0 با منفی 4 میشه منفی 4، یعنی هر عدد با 0 جمع بشه میشه خودش. 4 منهای 4 میشه چقدر؟ 0. خب بریم به این منفی 2 با منفی 4 میشه منفی 6. 5 منهای 4 میشه 1. حالا از اینجا برگردیم به اون طرف. 3 به اضافه 4 میشه 7. حالا بیا اینجا 6 داریم میریم اینور، باید بگیم به اضافه 6 به اضافه 4 میشه 10. خب بریم به این منفی 7 مثبت 4 میشه منفی 3. حالا این یکی 4 به اضافه 4 میشه 8. خب حالا تو این دوتا پایینی از اینجا به این طرف بریم مثبت 5، از این ور بیایم به این طرف منهای 5 میکنیم. پس اول اینو میگم منفی 10 با مثبت 5 میشه منفی 5. خب حالا از این ور به اون طرف بریم 5 منهای 5 میشه 0. حالا منفی 8 منهای 5 هر دو منفی جمع میکنیم میشه 13 و علامت منفی رو قرار میدیم. پس منفی 8 با منفی 5 میشه منفی 13. صفحه بعدی ضرب و تقسیم اعداد صحیح هست که 2 تا رومحور مثال زده. این مثال ها رو من براتون توضیح میدم. این بردار، این بردار، این بردار و این بردار هر کدومشون به سمت مثبت ها هست، پس علامتشون میشه مثبت و چند تا رفتن؟ هر کدوم 2 تا رفتن. خب از این بردارهای مثبت 2 چند تا داریم؟ بشمریم 1 2 3 4. پس مثبت 2 چند بار تکرار شده؟ 4 بار. می نویسیم مثبت 2 ضرب در 4. به کجا رسیدیم؟ به مثبت 8. پس جوابش میشه مثبت 8. یه مثال دیگه اینجا منفی منفی. چرا اینا منفی هن؟ چون سمتشون به سمت منفی ها هست. چند تا هست؟ 3 تا. پس اینم منفی 3، اینم منفی 3. از منفی 3 ها چند تا داریم؟ 2 تا. پس منفی 3 ضرب در 2 شده، یعنی منفی 3 2 بار تکرار شده. به کجا رسیده؟ رسیده به منفی 6. پس جوابش میشه منفی 6. ضرب و تقسیم اعداد صحیح یه قانون دارن که از جمع خیلی آسان تره. من تو این جدول براتون توضیح میدم. مثبت در مثبت میشه مثبت، منفی در مثبت میشه منفی، مثبت در منفی میشه منفی و منفی در منفی بازم میشه مثبت. با توجه به این جدول الان اینا رو ما که 4 تا اینجا هست حل کنیم.
منفی در منفی میشه مثبت. 4 8 32 تا. پس دیگه مثل جمع انجام نمیدیم. اول تعیین علامت میکنیم. منفی در منفی مثبت. 8 4 تا 32 تا. مثبت در منفی میشه منفی 5 3 تا 15 تا. خب اینو تعیین علامت بکنیم. منفی در منفی میشه مثبت 6 7 تا 42 تا. اینجا هم 7 منفی 5 که علامت نداره مثبت در منفی میشه منفی 7 5 تا 35 تا. خب در اینجا مثبت 4 ضرب در منفی 3. اگر اول تعیین علامت بکنیم مثبت در منفی میشه منفی 3 4 تا 12 تا. مثبت در منفی میشه منفی 3 5 تا 15 تا. مثبت 6 ضرب در منفی 2 مثبت در منفی میشه منفی 6 2 تا 12 تا. مثبت 2 ضرب در منفی 4 دوباره مثبت در منفی میشه منفی 2 4 تا 8 تا. خب تو این جدولم قانون تقسیم رو نوشته که با قانون ضرب هیچ فرقی نداره. مثبت در مثبت میشه مثبت، منفی در مثبت میشه منفی، مثبت در منفی میشه منفی و منفی در منفی هم میشه مثبت. با توجه به این جدول بریم تقسیما رو حل کنیم. منفی 12 تقسیم بر مثبت 2. منفی بر مثبت میشه منفی 12 هم تقسیم بر 2 میشه 6. منفی 14 تقسیم بر منفی 7 منفی بر منفی مثبت 14 تقسیم بر 7 میشه 2. مثبت 21 تقسیم بر منفی 3 مثبت بر منفی میشه منفی 21 تقسیم بر 3 میشه 7. مثبت 21 تقسیم بر مثبت 7 مثبت بر مثبت میشه مثبت 21 هم تقسیم بر 7 میشه 3. خب در سوال قبلی گفته برای اینا 2 تا تقسیم بنویسیم. من یکی رو می نویسم بقیه هم مثل اونه. اول برای این 2 تا تقسیم می نویسم. مثبت 4 ضرب در منفی 3 که شده منفی 12. اول منفی 12 رو می نویسم. یه بار تقسیم بر منفی 3 یه بار تقسیم بر مثبت 3. یعنی منفی 12 تقسیم بر منفی 3 منفی 12 تقسیم بر مثبت 4. خب بازم تقسیم همینه. منفی بر منفی میشه مثبت 12 تقسیم بر 3 میشه 4 یعنی مثبت 4. اینجا هم منفی بر مثبت میشه منفی 12 تقسیم بر 4 میشه 3. بقیه هم همینطور. مثلا اینجا منفی 15 ها یه بار به منفی 5 یه بار به مثبت 3 تقسیم میکنیم. اینجا منفی 12 ها یه بار به منفی 2 تقسیم میکنیم یه بار به مثبت 6. اینجا منفی 8 رو یه بار به منفی 4 تقسیم میکنیم و یه بار به مثبت 2 تقسیم میکنیم. عیناً مثل این جواب ها رو مینویسیم. کار در کلاس 1 گفته که حاصل عبارت ها را به دست آورید. اولی رو من میگم. منفی 2 ضرب در منفی 4 تقسیم بر مثبت 8. اگر در یک در واقع عملیات فقط ضرب و تقسیم باشه یک جمع و تفریق یا اعمال دیگه نباشه از چپ به راست حل میکنیم. چجوری؟ اول منفی 2 رو به منفی 4 ضرب میکنیم. منفی در منفی میشه مثبت و 2 4 تا 8 تا. اینم که تقسیم بر 8. پس مثبت 8 تقسیم بر مثبت 8 مثبت بر مثبت میشه مثبت 8 هم تقسیم بر 8 میشه 1. حالا این یکی رو نگاه بکنید. اینجا یه پرانتز داریم و یه ضرب داریم. باید اول داخل پرانتز رو حل کنیم. یعنی ترتیب عملیات در ریاضی پرانتز از همه جلوتره. داخل پرانتز چی داریم؟ منفی 14 تقسیم بر مثبت 7 منفی بر مثبت میشه منفی و 14 هم تقسیم بر 7 میشه 2. ضرب در منفی 3 رو خودشو نوشتم. حالا منفی 2 ضرب در منفی 3 منفی در منفی میشه مثبت 2 3 تا 6 تا. در اینجا تو این پرانتز نداریم ولی در آخری داریم. پس اینو از چپ به راست انجام میدیم. منفی 4 ضرب در مثبت 3 میشه منفی 12 تقسیم بر منفی 2 رو می نویسیم. حالا منفی بر منفی میشه مثبت 12 تقسیم بر 2 میشه 6. بریم اینجا پرانتز هست. اول پرانتز رو
حل میکنیم، بعد ضرب در مثبت 3 میکنیم. پرانتز چیه؟ مثبت 28 تقسیم بر منفی 4، مثبت بر منفی میشه منفی، 28 هم تقسیم بر 4 میشه 7. ضرب در مثبت 3 رو خودشو نوشتم، منفی بر مثبت، منفی در مثبت میشه منفی و 7 ضرب در 3 میشه 21. سوال 2 کار در کلاس صفحه 24 گفته که حاصل ضرب عددهای روی رأس‌های مثلث روی هر ضلع نوشته شده است. جاهای خالی رو کامل کنید. ببینید تو اینجا وسط نوشته منفی 24. چی رو به چی ضرب کنیم منفی 24 میشه؟ یکی از اعداد باید مثبت باشه، یکی منفی باشه. چرا؟ چون منفی در مثبت میشه منفی. حالا من 4 و 6 رو نوشتم، 6 4 تا 24 تا. شما میتونید اعداد دیگه هم قرار بدید. حالا بیایم به این یکی، به اینجا که وسط 54 نوشته، اینجا که 6، 6 ضرب در چی میشه 54؟ 9. من 9 نوشتم، 6 9 تا 54 تا. میمونه اینجا این ضلع، اینجا منفی 4، اینجا هم مثبت 9، منفی بر مثبت میشه منفی و 9 4 تا 36 تا. سوال 3 کار در کلاس گفته الگوهای عددی را کامل کنید. خب اینایی که من قرمز نوشتم و اگر یکم دقت بکنیم، 0 3 تا اضافه شده، 3 تا اضافه شده، 3 تا اضافه شده، یعنی وقتی به سمت راست میره 3 تا 3 تا اضافه میشه و وقتی به سمت چپ میره 3 تا 3 تا کم میشه. خب بعد از 9 3 تا اضافه کنیم میشه 12، دوباره 3 تا اضافه کنیم میشه 15، 3 تا اضافه کنیم 18، 3 تا اضافه کنیم 21. اینقدر جا گذاشته، منم اینا رو برای شما نوشتم. حالا پشت 0 3 تا 3 تا کم میشه، میشه منفی 3، 3 تا کم کنیم منفی 6، 3 تا کم کنیم منفی 9 و 3 تا کم کنیم منفی 12. بیایم به بعدی. اگر قرمزا رو بازم توجه کنید، 20 15 10 5 و الی آخر، یعنی وقتی سمت راست میریم کمتر و کمتر میشن، هی 5 تا 5 تا کم میشه، وقتی سمت چپ میریم 5 تا 5 تا بیشتر میشه. خب بعد از قبل از 20 باید 5 تا اضافه کنیم میشه 25، دوباره 5 تا اضافه کن 30، 5 تا اضافه کن 35. خب حالا بیایم به 5 تا کم کنیم میشه 0، 5 تا کم کنیم منفی 5، دوباره 5 تا کم کنیم منفی 10، دوباره 5 تا کم کنیم میشه منفی 15. تمرینای صفحه 24 تمرین 1 گفته جملات زیر رو کامل کنید. اگر حاصل ضرب یک عدد طبیعی، خب عدد طبیعی یعنی عددی که مثبته، من اینجا نوشتم، در یک عدد صحیح منفی شود، آن عدد صحیح منفی است. یعنی حاصل ضرب یک عدد مثبت در یک عدد صحیح جوابش منفی بشه، اون عدد صحیح منفی بوده، چون منفی در مثبت میشه منفی. اگر حاصل تقسیم دو عدد صحیح بر هم منفی بشه، یعنی دو تا عدد صحیح رو به هم تقسیم کردیم منفی شده، یکی از اون اعداد صحیح مثبته و دیگری منفیه. اگر ضرب دو عدد صحیح 0 بشه، خب حتما یکی از اونا چیه؟ 0، یعنی حداقل یکی از اونا 0 است. اگر حاصل تقسیم دو عدد صحیح مثبت باشه، ضرب اون دوتا هم مثبت میشه، چون مثبت بر مثبت میشه مثبت، ضربشون هم مثبت در مثبت میشه مثبت. سوال 2 تمرین ها گفته بدون محاسبه مشخص کنه که حاصل عبارت مثبت یا منفی، ولی خب من همه رو تا آخر حل کردم. حالا منفی میاد مثبت میاد، در آخر خودش مشخص میشه. منفی 41 منهای 80 ضرب در منفی 50 به اضافه 60. خب اول پرانتزها رو حل میکنیم و بعد ضرب رو انجام میدیم. پرانتز اول چیه؟ منفی 41 منفی 80، هر دو منفی، جمع میکنیم میشه 121، علامت منفی رو میذاریم.
حالا این علامت ضرب و اینجا من قرار میدم. پرانتز دوم رو حل میکنم. منفی 50 به اضافه 60. یکی منفی یکی مثبت، از هم کم میکنیم میشه 10. علامت عدد بزرگ رو میذاریم میشه مثبت 10. حالا وسط این دوتا عدد ضربه. منفی در مثبت میشه منفی 121 ضرب در 10 میشه 1210. خب دوباره اینجا اول این پرانتز رو حل میکنم، بعد این پرانتز رو حل میکنم، وسطشونم ضرب قرار میدم. منفی 80 با منفی 40 میشه منفی 120. علامت ضرب رو قرار میدم. منفی 40 تقسیم بر 5 منفی بر مثبت میشه منفی، 40 تقسیم بر 5 میشه 8. حالا وسط این دوتا ضربه. منفی در منفی میشه مثبت، 120 ضرب در 8 میشه 960. دوباره اینجا این پرانتز وسط ضرب میذارم، بعد این پرانتز رو حل میکنم. داخل این پرانتز منفی 27 مثبت 50. یکی منفی یکی مثبت، از هم کم میکنیم، علامت عدد بزرگ رو میذاریم میشه مثبت 23. علامت ضرب این وسط هست، اینو قرار میدیم. حالا این پرانتز منفی 40 با مثبت 20. یکی منفی یکی مثبت، از هم کم میکنیم میشه 20. علامت عدد بزرگ رو میذاریم میشه منفی 20. حالا وسط این دوتا پرانتز ضربه. مثبت در منفی میشه منفی، 23 ضرب در 20 میشه 460. خب اینجا دوباره اول این پرانتز بعد این پرانتز وسطشونم ضرب. خب این پرانتز خودش چیه؟ یه تقسیمه. منفی بر مثبت میشه منفی، 8 تقسیم بر 4 میشه 2. ضرب علامت ضرب رو اینجا قرار میدیم. حالا بیایم به اینجا. منفی در مثبت میشه منفی، 2 هم ضرب در 3 میشه 6. حالا این چیه خودش؟ یک ضربه. منفی در منفی میشه مثبت، 6 تا 12 تا. بریم به سوال بعدی که میگه جاهای خالی رو با عدد مناسب کامل کنید. خب اول اینو میگم. منفی 200 تقسیم بر چی میشه 20؟ چون اینجا 20 مثبته، پس منفی در منفی میشه مثبت، پس باید این منفی باشه. حالا 200 تقسیم بر چی میشه 20 تقسیم بر 10. خب اینجا 20 تقسیم کنیم اگر به منفی 5 جوابش میشه منفی 4، پس جای خالی میشه منفی 5. منفی 14 و 400 رو به چی تقسیم کنیم منفی 80 میشه به مثبت 5. منفی بر مثبت میشه منفی. منفی 8 رو به چی ضرب کنیم مثبت 80 بشه به منفی 10. چرا؟ منفی در منفی میشه مثبت، 8 هم ضرب در 10 میشه 80. مثبت بر منفی میشه منفی، 100 هم تقسیم بر 5 میشه 20. منفی بر منفی میشه مثبت، 100 هم تقسیم بر 5 دوباره میشه 20. سوال 4 گفته همه عددهای صحیح ممکن که میتونن به جای مربع و مثلث قرار بگیرن رو قرار بدیم و درست کنید اینا رو. خب جواب باید بشه منفی 12. خیلی خوب. چی رو به چی ضرب کنیم منفی 12 میشه؟ اولا چون جواب منفیه باید یکی منفی یکی مثبت باشه. منفی 3 ضرب در مثبت 4 میشه منفی 12. منفی بر مثبت منفی، 3 4 تا 12 تا. حالا این 3 میتونه مثبت باشه، 4 میتونه منفی باشه. حالا بریم به این یکی. مثبت 2 ضرب در منفی 6 میشه منفی 12. مثبت بر منفی میشه منفی، 6 تا 12 تا. حالا 2 میتونه منفی باشه، 6 میتونه مثبت باشه. و یکی هم 1 ضرب در 12 میشه 12. مثبت بر منفی منفی، 1 12 تا 12 تا. حالا این 1 میتونه منفی باشه و 12 میتونه مثبت باشه. یعنی به 6 حالت میشه این کار رو انجام داد. سوال 5 گفته که حاصل عبارتهای زیر را به دست آورید. عبارتهامون اینا هستن. منفی 2 به اضافه منفی 3 ضرب در منفی 5. خب اول داخل این پرانتز رو حل میکنیم. داخل پرانتز یک جمعه. هر دو منفی هن. منفی 2 منفی 3 هر دو منفی هن. جمع میکنیم با علامت منفی میشه منفی 5. ضرب در منفی 5 هم که خودش رو مینویسیم. حالا این وسط ضربه. منفی در منفی مثبت، 5 5 تا 25 تا.
بریم به دومی. اول این پرانتز رو حل کنیم، بعد ضرب در منفی 6 بکنیم. منفی 5 با منفی 4 میشه منفی 9. ضرب در منفی 6 بکنیم، منفی در منفی مثبت. 9 6 تا 54 تا. حالا این یکی. اول دوباره این پرانتز رو حل میکنیم. مثبت 2 به اضافه منفی 7، یکی مثبت یکی منفی، از هم کم میکنیم میشه منفی 5. تقسیم بر منفی 5 بکنیم، اگر منفی بر منفی مثبت، 5 هم تقسیم بر 5 میشه 1. خب برسیم به این. منفی 5 خودش رو می نویسم، بعد علامت ضربم میذارم، بعد این پرانتز رو حل میکنم. چجوری؟ گفتیم که منفی 4 رو خودش رو می نویسیم، 2 تا منفی پیش هم باشه در ریاضی میشه یه مثبت، پس میشه منفی 4 به اضافه 3، یکی منفی یکی مثبت، از هم کم میکنیم، علامت عدد بزرگ رو میذاریم میشه منفی 1. حالا منفی 5 ضرب در منفی 1، منفی در منفی میشه مثبت، 5 یکی 5 تا. صفحه 26 تمرین های ترکیبی رو حل میکنم و فصل 2 کتاب ریاضی 7 تمام میشه. سوال میگه حاصل عبارتهای زیر را به دست آورید. منفی 18 تقسیم بر 2 ضرب در منفی 3 منهای 7 به اضافه منفی 6. اول این پرانتز رو حل میکنیم، وسطشون تقسیمه. منفی بر مثبت میشه منفی، 18 تقسیم بر 2 میشه 9. علامت ضرب رو میذاریم. منفی 3 هم با منفی 7 جمع بشه میشه منفی 10 به اضافه منفی 6 هم می نویسیم. حالا اول ضرب رو انجام میدیم، بعد جمع رو انجام میدیم. منفی در منفی میشه مثبت، 9 ضرب در 10 میشه 90 و 90 هم با منفی 6، یکی مثبت یکی منفی، از هم کم میکنیم میشه 84. علامت عدد بزرگ مثبت من نذاشتم. منفی 16 منهای مثبت 4. میتونیم این پرانتزها و مثبت رو برداریم، یعنی بنویسیم منفی 16 منهای 4 که هر دو منفی جمع میکنیم میشه 20. علامت منفی رو قرار میدیم. منفی 8 منهای منفی 4. عدد اول منفی 8 می نویسیم، 2 تا منفی پیش هم میشه به اضافه 4. حالا یکی منفی یکی مثبت، از هم کم میکنیم میشه 4. علامت عدد بزرگ رو قرار میدیم. منفی 20 مثبت 5، یکی منفی یکی مثبت، از هم کم میکنیم میشه 15. علامت عدد بزرگ منفی قرار میدیم. منفی 100 با مثبت 20 میشه منفی 80. منفی 4 هم خودشو نوشتم. حالا اینجا هر دو منفی جمع میکنیم میشه 84 و علامت منفی رو قرار میدیم. سوال بعدی میگه دمای هوای تبریز 2 درجه زیر صفره، یعنی میشه منفی 2. زیر صفر میشه منفی 2. اردبیل 3 برابر تبریزه، یعنی منفی 2 رو ضرب در 3 میکنم میشه منفی 6. پس تبریز شد درجهش منفی 2، اردبیل شد منفی 6. الان میانگین دمای این دوتا شهر رو خواسته. چون دوتا شهره اینا رو با هم جمع میکنیم تقسیم بر 2 میکنیم، یعنی تبریز که منفی 2، اردبیل که منفی 6 با هم جمع میکنیم تقسیم بر 2 میکنیم. منفی 2 با منفی 6 میشه منفی 8، تقسیم بر 2 بکنیم منفی بر مثبت میشه منفی و 8 هم تقسیم بر 2 میشه 4. خب دوستان عزیزم، فصل 2 ریاضی 7 تمام شد. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. لطفاً سابسکرایب بکنید، لایک و کامنت یادتون نره و حمایت بکنید و اگر در کامنتاتون بنویسید که ایراد و اشکال کجا هست و یا اینکه اگر پیشنهادی دارین خوشحال میشم که گوش بکنم و کامنتاتون رو حتما میخونم. خدا نگهدارتون، به خدا سپردم.